سلام عزیزان دل. امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون عالی باشه. امروزم در کنار شما هستیم با یک سرگذشت متفاوت دیگه. این سرگذشت رو یکی از اعضای کانال برامون فرستادن و چیزهایی بوده که در کما دیدن. شاید باور نکنید اما ایشون برای ما فرستادن و راست و دروغ بودن داستان به عهده فرستنده هستش. اما خیلی این روایت جذابه. به قدری جذابه که اشک خودم رو هم در آورده. ممنونم که برای حمایت از ما لایک کنید. بریم سراغ داستان. من مهنازم. 34 سالم بود. 10 سال بود که با حمید ازدواج کرده بودم. یه ازدواج عاشقونه نبود. ولی حمید آدم بدی هم نبود. خالم به هم معرفیش کرده بود. حسابدار بود، قد بلند، چشمای قهوه‌ای روشن، کم حرف ولی مهربون. از همون اول که ازدواج کردیم از در و همسایه تا مادر شوهرم یه جمله رو مدام تکرار می‌کردم. الهی به زودی صدای بچه‌تون رو بشنوم. بعدش هم مادر شوهرم زیر لب اضافه می‌کرد البته اگه خدا بخواد و بچه‌ای در کار باشه. من و حمید 5 سال بود ازدواج کرده بودیم. از همون روز اولم میخواستیم بچه دار بشیم. اما نشد. من لبخند میزدم هر بار که مادر شوهرم این حرف رو تکرار میکرد. هر ماه با 1000 امید میرفتم داروخونه. بیبی چک میگرفتم و یه عالم دعا. هر بار منو یه ناامیدی جدید. 2 سال که گذشت مامانم یواشکی گفت دخترم برو دکتر، مشکلی نداشته باشی. یه وقت رفتم آزمایش، سونو، عکس رنگی. آخرش دکتر گفت مشکل از من نیست و شوهرتم باید بیاد. حمید اوایل لج میکرد. میگفت من مشکلی ندارم و به من ربطی نداره. ولی وقتی دید من دارم شبانه روز گریه میکنم دلش به حالم سوخت و اومد. معلوم شد مشکل از اون نیست. هیچ مشکلی نبود اما بچه‌ای هم در کار نبود. دکتر میگفت بهش میگن ناباروری بدون علت. 4 سال گذشته بود ولی همه عمرم انگار شده بود همین 4 سال. هر چی میگذشت حرفا تلختر میشد. یه روز مادر شوهرم زنگ زد و صدام کرد خونه‌شو. دلم لرزید چون میدونستم وقتی اون صدا نازک میشه یه چیزی تهش هست. رفتم. تا نشستم دیدم نگاه ها عوض شد. خواهر شوهرم نسرین اونجا نشسته بود. یه دختر 28 ساله شیطون و زبوندار. با اینکه خودش ازدواج کرده بود ولی همیشه یه جور حس میکرد انگار من غریبم تو این خونه. مادر شوهرم گفت مهناز جان راستشو بگو. تو نمیخوای بچه دار بشی یا نمیتونی؟ نفسم بند اومد. دلم میخواست زمین دهن باز کنه و برم توش. اما محکم گفتم مادر جان من بیشتر از هر کسی بچه میخوام. هر کاریم کردم نمیدونم چرا نمیشه. نسرین با طعنه گفت شاید خدا نمیخواد. بعضیا قسمتشون نیست مادر بشن. مادر شوهرم بلافاصله گفت ما که نمیتونیم تا ابد صبر کنیم. اگه زن پسرم بچه نمیاره مجبورم بهش بگم یه فکری بکنه. اون شب وقتی برگشتم خونه تا صبح گریه کردم. حمید دید چشام پف کرده اومد کنارم نشست و گفت چی شده عزیزم؟ گفتم امروز مادرت منو صدا زد و رفتم اونجا. به هم گفت اگه نتونم بچه بیارم مجبوره یه فکری به حالت بکنه. حمید این حرفا یعنی چی؟ گفت نگران نباش. من نمیخوام زن دیگه ای بگیرم. تو برام مهم. مادرم هم اگه چیزی گفته فردا میرم تو خونه و به حسابش میرسم. گفتم ولی اون راست میگه. چرا تا الان نشده؟ حمید گفت ما که مشکلی نداریم. اگه داشتیم دکتر بهمون میگفت زن عجله نکن. شاید حکمت خدا اینه. دیر و زود داره ولی سوخت و سود نداره. من مطمئنم خدا بهمون یه بچه خوشگل میده. به حرف مادرم گوش نده و الکی خودتو تو درد سر ننداز. ولی حرف مادر شوهرم مثل خوره افتاده بود به جونم. حس می کردم یه چیزایی پشت سرم هست. یه نقشه، یه تصمیم بزرگ.
تا اینکه یه شب اونجا بودم. اتفاقی از اتاق نسرین رد شدم. خونه مادر شوهرم مهمون بودیم. شنیدم داشت با یه نفر تلفنی حرف میزد. در نیمه باز بود و صداش میومد. نسرین میگفت آره حاجی. بهش گفتم اون دعا رو بنویسه که مهناز هیچ وقت بچه دار نشه. هم خودش بسوزه هم عمرشو به باد بده. مکث کرد و با لحن تندی گفت وقتی خودش نمیتونه مادر بشه چرا باید برادر من بی اولاد بمونه؟ نفسم برید. تکیه دادم به دیوار. قلبم داشت از جا در می اومد. یعنی خواهر شوهرم برام دعا گرفته بود که بچه دار نشم. اصلا مگه میشد با دعا بچه دار نشد؟ دشمنی تا کجا؟ اون شب تا صبح خوابم نبرد. فقط به یه چیز فکر میکردم. من چی کار کردم که نسرین با هم این کارو کرده؟ همین موقع ها بود که فهمیدم نسرینم داره تلاش میکنه باردار بشه. اما اون زیاد نبود که ازدواج کرده بود و حدود 4 ماه بود. ولی نمیشد. یه شب توی آشپزخونه مادر شوهرم گفت الهی بمیرم. نسرینم بعد از چندین ماه هنوز بچه دار نشد. شاید براش یه دعا بگیرم. شاید چشمشون کردن یا جادوش کردن. توی دلم گفتم اون دخترت کسی رو جادو نکنه. کسی برای اون دعا نمی نویسه. یه حس عجیبی توی قلبم نشست. انگار دنیا داشت برمیگشت. اما اون موقع هنوز نمیدونستم قرار سرنوشت من چطوری ورق بخوره. دوستان از اینجا به بعد خوب دقت کنید و گوش بدید. داستان تازه از اینجا جون میگیره. از اون شبی که شنیدم نسرین برام دعا نوشته دیگه اون مهناز قبلی نبودم. قلبم که تا اون روز همیشه دنبال صلح و مهربونی و سکوت بود یه جوری سیاه شد. دیگه ازش متنفر بودم. دیگه ازش نمی ترسیدم. حتی از خدا هم نمی ترسیدم. توی دلم گفتم اگه اون منو نابود کرده چرا من نکنم؟ منم میتونم کاری کنم که زندگیش زهر مار بشه. یه شب نشسته بودم روی بالکن. زل زده بودم به آسمون. یه فکر مثل جرقه افتاد توی ذهنم. یکی از دوستان پریسا یه دختر فوق‌العاده خوشگل و زیبا بود. مجرد پررو با چشمایی که آدمو خیره میکرد. بارها خواستگارای متأهل داشت ولی همیشه دنبال یه بازی جدید بود. زنگ زدم بهش. با مکس گفتم سلام عزیزم چطوری خوبی؟ گفت معلومه تو کجایی دختر؟ چه عجب یادی از ما کردی؟ گفتم پریسا بدون معطلی میرم سراغ اصل ماجرا. یه چیزی بگم نمیزنی تو گوشم؟ با خنده گفت تو بگو ببینم چی تو سرت داری. گفتم میخوام با شوهر نسرین خواهر شوهرم آشناشی. فقط آشناشی. بقیهش با خودت. پریسا با کنجکاوی گفت عجب میخوای حالشو بگیری؟ گفتم میخوام یه کاریش بکنم واسه هر قطره اشکی که من ریختم تاوان پس بده. پریسا اصلا نپرسید برای چی. گفت باشه مثل همیشه دنبال هیجانم. گفتم که شوهر نسرین اسمش مهدیه. مهندس عمرانه. خیلی خوش برخورده ولی ساده است. فقط کافیه 2 بار اونو ببین. خودش جذبت میشه. برنامه رو چیدیم. یه روز که میدونستم مهدی تنها میره باشگاه گفتم پریسا بره توی راه و یه تصادف اتفاقی انجام بده. فقط باهاش صحبت کنه. یه شماره بده. یه بازی کوچیک. همه چیز طبق نقشه پیش رفت. هفته بعد دیدم پریسا به هم پیام داد. گفت کارت خیلی درسته. تا الان 2 بار دیدمش. خیلی مرد خوبیه. نفسم رفت. قلبم تون تون میزد. ته دلم یه ترس ریز بود ولی خودم رو قانع کردم. اون اول شروع کرد. اون رفت سراغ دعانویس. من فقط داشتم جوابش رو میدادم و میدونستم نسرین فوق‌العاده مهدی رو دوست داره و روش حساسه. کم کم دیدم نسرین بیحال شده. زود عصبی میشه. به مادر شوهرم غر میزنه. مهدی دیر میومد خونه. سرد شده بود. حتی یه شب شنیدم نسرین گفت نمیدونم چی شده مهدی عوض شده. گوشیشو قایم میکنه. با هم دعوا میکنه. یه جورایی حس میکنم
دیگه دوستم نداره. من لبخندی زدم و گفتم عزیزم تو زیادی حساس شدی. بعضی وقتا آقایون دوست دارن تنها باشن. دلم خنک شده بود. از تو داشتم از خوشحالی میمردم. اما نمیدونستم با این کاری که کردم دارم چاهی رو میکنم که تهش فقط خودم میافتم توش. هنوز نمیدونستم قراره چجوری تاوان پس بدم. از اون روزی که پریسا وارد زندگی نسرین و مهدی شده بود، زندگی نسرین آروم آروم شروع کرد بلرزیدن. مثل ساختمونی که پایه‌هاش ترک برداشته. اما هنوز کسی نفهمیده بود که این ماجرا زیر سر من بوده. ولی من با هر ترک و لرزشی رو که اونا احساس می‌کردن، من خودم ناراحت می‌شدم. اما دوباره با اینکه خودش اول شروع کرد، خودم رو قانع می‌کردم تا عذاب وجدان نداشته باشم. اون روز از طبق معمول توی آشپزخونه نشسته بودم و مشغول پاک کردن لوبیا بودم. ولی گوشام مثل رادار تیز شده بودن. نسرین و مادر شوهرم توی حال بودن. صداشون رو میشنیدم ولی خودم رو زدم به بیخیالی. نسرین با صدای لرزون گفت مامان به خدا دیگه نمیفهمم باید چی کار کنم. مهدی عوض شده، یه آدم دیگه شده. مادر شوهرم با بی‌حوصلگی گفت باز شروع کردی نسرین. شاید سرش شلوغه، مرد کار داره، استرس داره. مگه نمیبینی باباتم هیچ وقت خونه نیستش و مدام سر کاره. نسرین با صدای بلندتر گفت نه مامان این حرفا نیست. اون گوشیشو دیگه کنارم نمیذاره، همش پیام میاد، همش لبخند میزنه، ولی وقتی من حرف میزنم اخماش میره تو هم، به من توجه نمیکنه. یه لحظه قلبم زد زیر گوشم. با خودم گفتم آخ که چه خوب دارم بازی میکنم نسرین جون. بدو تا زندگیت رو درست کنی، تا پریسا شوهر تو از دستت نگرفته. نسرین در حالی که گریه میکرد گفت دیشب رفتم سمتش، گفته خستم، رفت روی مبل خوابید. مگه من زنشم یا یه مهمون مزاحم مامان؟ مادر شوهرم کمی جدی‌تر گفت نسرین زن باید زرنگ باشه، نکنه تو کاری کردی که ازت سرد شده. لباسات خوبن، غذات درسته، یه وقت کم نذاشتی. نسرین با بغض گفت من همه کار کردم، غذا، لباس، حتی خودم رو تغییر دادم واسش، ولی اون دیگه با من نیست مامان. دارم دیوونه میشم، زندگیم داره میپاشه، نکنه یه نفر زیر سرش نشسته. اینجا بود که یه قطره اشک بی صدا از گونه‌ش افتاد. من از گوشه در تماشا میکردم، مثل کسی که نمایش انتقامش رو میبینه و لذت میبره. لبخند زدم، یه لبخند شیرین. اینجا بود که فهمیدم نسرین داره زندگیش کم کم از هم میپاشه. با خودم گفتم دل تو خوب سوزوندم نسرین، همون جوری که این همه سال منو عذاب دادی و تازه برام دعا نوشته بودی که بچه دار نشم. یه کاری میکنم همه این کاراتو به خورده خودت میدم. نسرین همچنان با گریه گفت مامان یه چیزی هست، من فکر میکنم مهدی با یکی حرف میزنه، یه زنی که چند وقت باهاش درگیره. مادر شوهرم یه لحظه مکث کرد و گفت وای نسرین این فکرها چیه؟ اون مردت اگه بفهمه تو بهش شک داری بدتر میشه. نگهش دار، نه که ازش دور بشی و تهمت بزنی. نسرین با صدای خفه گفت نگهش دارم چجوری وقتی خودم دارم از دست میرم. اون شب تا دیر وقت صدای گریهش توی خونه مادر شوهرم میپیچید. منم نشسته بودم پشت در اتاقم و یه لیوان چای دستم و لبخندی که با هر حق نسرین پررنگ تر میشد. ولی یه چیزو میدونستم، اون شب که داشتم از گریه های نسرین لذت میبردم، یکی بالا سرم نشسته بود و دفتر دست گرفته بود و مینوشت و قرار بود خیلی زود یه برگ از این دفتر بخوره روی سر خودم. راستش یه مدتی بود احساس میکردم نفسم سنگین شده، نه از نظر جسمی، از نظر روحی. یه چیزی روی قلبم سنگینی میکرد. همش توی فکر بودم نکنه
دعاهایی که نسرین برام نوشته هنوز فعاله. هنوز اون گره لامصب باز نشده. واسه همینه که من بچه دار نمی شدم. با اینکه من اصلاً به این جور چیزای اعتقاد نداشتم، اما نمیدونم چرا حالم اینقدر بد بود. همش یه چیزی انگار میگفت تا اونو نبخشی، تا اون گره رو باز نکنی هیچی درست نمیشه. با اینکه از نسرین انتقام گرفته بودم، اما هنوز قلبم سبک نشده بود. هنوز احساس شادی نمی کردم. اون روز پا شدم. روسریمو انداختم روی سرم و گفتم امروز میرم پیش یه دعانویس درست و حسابی. میرم ببینم نسرین چی نوشته. دعام رو باطل کنم. شاید خدا دلش بسوزه و یه بار دیگه یه روزنه امید به سوی زندگیم باز کنه. راستش ته دلم یه کوچولو هم ترس داشتم هم امید. آماده شدم و از خونه زدم بیرون. داشتم از پیاده رو رد می شدم. همینجوری که موبایلم دستم بود و آدرسی رو که پریسا برام فرستاده بود رو نگاه می کردم، یه دفعه فقط یه صدای ترمز شنیدم. بعد همه چیز ساکت شد. نه صدایی، نه نوری، نه چیزی. فقط سیاهی. یه سیاهی غلیظ. یه جورایی شبیه خواب. ولی نه خواب بود، نه بیداری. انگار یه جایی وسط 2 تا دنیا معلق بودم. نه زنده، نه مرده. نمیدونی چه حسیه. نه بیداری، نه خواب، نه زنده‌ای، نه مرده. بدنم توی بیمارستان روی تخت بود. ولی روحم توی جای عجیب و غریب سرگردون بود. انگار بین زمین و آسمون معلق بودم. توی یه دنیای خاکستری، جایی که زمان نبود. نمیتونستم برگردم. نمیذاشتم. چند روز تمام هر لحظش مثل یه سال بود. شایدم بیشتر. روحم از بدنم جدا شده بود و فهمیدم که توی بیمارستانم. اما نمیدونستم چه اتفاقی داره برام میفته. سرگردان بودم. دکترها رو میدیدم که بالا سرم وایساده بودن و هر کدوم یه چیزی میگفتن. یکی میگفت ضریب هوشیش به شدت اومده پایین. یکی میگفت تصادف به مغزش آسیب جدی وارد کرده. و من همه این صحنه ها رو میدیدم و سعی میکردم برم توی جسمم. اما نمیتونستم. مثل این بود که منو گرفتن و از سمت آسمون میکشن. همیشه صدایی توی گوشم میپیچید. مثل یه صدای زن مهربون ولی جدی. میگفت تو هنوز آماده نیستی که برگردی. گریه میکردم. التماس میکردم. تو رو خدا من اشتباه کردم. قبول دارم. ولی میخوام به زندگیم برگردم. من هنوز جوونم. آرزو دارم. اون صدا یه دفعه بلند شد. جدی‌تر از همیشه. تو چی کار کردی؟ تو قلب یه زن رو شکستی. خونش رو به هم ریختی. ولی من قلبم شکسته بود. من فقط میخواستم بچه دار بشم. دوباره یه صدای دیگه. نه، تو خواستی یکی دیگه هم مثل تو بشه. آره، قبول دارم. نمیخواستم. ولی از شدت نفرت، از این که دیدم نسرین رفته برای نابودی من دعا نوشته، دلم نمیخواست خوشبخت باشه. اون صدا مکث کرد. بعدش خیلی آروم گفت واسه همینه که هنوز نمیتونی برگردی. روحت باید پاک بشه. باید عذاب بکشی تا بفهمی دل شکستن چه دردی داره. و اونجا بود که عذابام شروع شد. دیدم نسرین چطوری تو خونش داد میزنه. چطوری گریه میکرد. چطوری با مادرش حرف میزد. نسرین با صدای گریه میگفت مامان، مهدی دیگه مثل قبل نیست. یه جورایی سرد شده. حتی دیگه نگاه هم نمیکنه. یه حسی بهم میگه یکی اومده تو زندگیش. مادر شوهرم میگفت حرف نزن دخترم، شوهرت بهت وفاداره. اینا همش فکرای الکیه. میگفت نه مامان، باور کن نگاهش فرق داره. من همه اینا رو با چشم خودم میدیدم. صحنه به صحنه، لحظه به لحظه. و هر اشکی که نسرین میریخت مثل یه سوزن توی قلب خودم فرو میرفت. انگار خدا داشت نشونم میداد که من با یه فکر اشتباه، با یه حسادت، زندگی یک نفر دیگر رو سوزوندم. یه شب وقتی که توی اون دنیای خاکستری راه میرفتم، یه نفر بهم نزدیک شد. یه مرد نورانی با لبخند آروم گفت مهناز، بیا یه چیزی بهت نشون بدم. رفتم. خودم رو دیدم توی آینده. توی یه خونه ساده ولی پر از عشق. داشتم
یه بچه رو بغل میکردم. یه دختر ناز با لپای قرمز، با چشمایی درست مثل شوهرم. صدای خندش فضای خونه رو پر کرده بود. شوهرم اومد نزدیک و گفت خسته نباشی مامان کوچولو. اشک از چشام ریخت. گفتم یعنی من؟ گفت آره مهناز، اگه توبه کنی، اگه از ته دل پشیمون بشی، اگه نسرین رو ببخشی، خدا هنوز بهت فرصت داده. گفتم یعنی میتونم برگردم؟ یعنی میتونم دوباره زندگی کنم؟ لبخند زد و گفت هنوز نه، هنوز باید درد بکشی، باید کامل پاک بشی. گفتم ولی من نمیتونم دیگه، طاقت ندارم. گفت پس باید یاد بگیری که دل شکستن بها داره، اما خدا همیشه بخشنده است. و بعد دوباره تاریکی، اون حس غریب که انگار نه من مال این دنیام نه مال اون دنیا. بدنم هنوز توی کما بود، روحم هنوز درگیر بود، همه چیز بین مرز مرگ و زندگی معلق بود. نمیدونم چند روز گذشته بود از وقتی تصادف کرده بودم. فقط یادمه یه سیاهی اومد و بعدش روحم جدا شد. مثل پر کاهی توی هوا معلق بودم. نه احساس گرسنگی داشتم نه تشنگی، فقط یه بغض توی گلوم بود که پایین نمیرفت. دلم میخواست برگردم اما نمیشد. از بالا به تخت بیمارستان نگاه میکردم. خودم اونجا بودم، بی حرکت، ساکت، صورت رنگ پریده، چشما بسته. و بعد چشمم افتاد به مهدی، شوهر نسرین، که با نسرین بالا سرم بودن و داشتن گریه میکردن و دعا میخوندن. باورم نمیشد نسرین الان به فکرش افتاده بود که من یه زمانی زن داداشش بودم. جوری گریه میکرد که انگار نه انگار برام دعا نوشته. همونی که یه زمانی فکر میکردم میخواد سر به تنم نباشه، الان اینجوری دستامو گرفته بود و حق حق میزد. نسرین میگفت تو رو خدا برگرد مهناز، من اشتباه کردم از همه چی، فقط چشماتو باز کن، یه بار فقط صدات کنم و جوابمو بدی. من چجوری باید باهات کنار بیام؟ باید بیدار بشی و منو ببخشی بابت کارایی که باهات کردم و خودت نفهمیدی. من اونجا بالای سرشون بودم، جیغ میزدم، داد میزدم، میگفتم من اینجام نسرین، حالم خوبه، منو ببین. ولی نمیشنید، نمیدید و همین بیشتر منو میسوزون. چند ساعت بعد مادرم اومد. لباس مشکی تنش نبود ولی چشماش انگار 10 سال پیرتر شده بود. اومد کنار تختم نشست، یه قرآن کوچیک از کیفش در آورد و شروع کرد بخوندن. صدای مادرم لرزون بود. دخترم، مهنازم نرو، طاقت ندارم بدون تو. و اشکاش دونه دونه میچکیدن روی دستام. نمیدونید اون لحظه چه دردی داشت. انگار اشک مادرم داغ بود، داغتر از آتیش جهنم. من روح بودم ولی حس میکردم دارم میسوزم. ببخشید دوستان، معذرت میخوام. میخواستم دستشو بگیرم و بگم مامان نگران نباش، خوب میشم، میام پیشت. اما فقط نگاه میکردم و دستام از بین شونه هاش رد میشد. همون لحظه در اتاق باز شد. پدرم اومد تو. اون مردی که همیشه صبور بود، همیشه قوی، هیچ وقت ندیده بودم گریه کنه، حتی وقتی مامان بزرگم فوت کرد. ولی اون شب پدرم ایستاد کنار تخت من. صورتش گرفته بود، صدای نفساش سنگین بود. یه قرآن گرفت جلوش و شروع کرد آروم آروم زمزمه کردن. و صدای قرآنو که میخوند با لرزش دستاش و چشمایی که پر از اشک شده بود، اونجا بود که قلبم شکست. دیگه هیچی نمیخواستم جز این که یه لحظه بتونم کنارشون باشم، بگم دوستتون دارم، بگم ممنونم که همیشه کنارم بودی. ولی فقط نگاه میکردم و زجر میکشیدم. اون قدری از گریه پدر و مادرم ناراحت میشدم که هیچی نمیتونست بیشتر از اونا منو عذاب بده. تمام تلاشمو میکردم که به مادرم بگم مامان گریه نکن، من حالم خوبه.
اینجا ببین منو. اما نمیشد که نمیشد. چند روزی گذشته بود. نسرین دوباره اومد بالا سر جسمم توی بیمارستان. نشست یه گوشه. چشماش پف کرده بود و بی حال و بی روح. زیر لب گفت خدایا من اشتباه کردم. نمیخواستم این بشه. فقط از حسادت کور شده بودم. زور زده بود به من. مهناز تو اگه برگردی من همه چی رو اعتراف میکنم. به خدا پشیمونم. و همونجا بود که فهمیدم حتی نسرین با همه کاری که کرده بود حالا داشت زجر میکشید. اونم تنها شده بود با یه قلب پر از عذاب وجدان. صداهای از اون دنیا دوباره توی گوشم پیچید. قدر خانوادتو ندونستی. الان میفهمی اونایی که دورت بودن چه گوهرایی بودن. زنده ای هنوز، اما توی امتحانی سخت افتادی. دل اونا که برات سوخت پیش خدا وزنه داره. گریه میکردم، زار میزدم، ولی کسی صدای منو نداشت. نمیدونم چند روز بود که توی کما بودم. روحم سرگردون بود. میرفتم، میدیدم، میشنیدم، ولی نمیتونستم کاری کنم. فقط یه تیکه نور بودم و یه احساس معلق بودن. اون شب یه شب عجیب بود. همه جا آروم بود. ولی قلب من توی آسمونا پر میزد. دیدم مامان و بابام دارن چمدون میبندن. بابام یه بلیط دستش بود. مامانم داشت یه چادر سفید تا میکرد. صدای بابام اومد حاضر شدی زینب، تا یه ساعت دیگه باید فرودگاه باشیم. مامانم با اون صدای گرفتش فقط یه جمله گفت. من فقط یه چیز از آقا امام رضا میخوام. مهنازم رو به هم برگردونه. نمیخوام بچم پر بشه. و من اون بالا ایستاده بودم. باورم نمیشد. هنوزم داشتم برام میجنگیدم. حتی وقتی همه دکترها قطع امید کرده بودن. حتی وقتی میگفتن مغزش دیگه کار نمیکنه. خلاصه با هم راه افتادم. رفتم سمت مشهد. توی مسیر مامانم فقط ذکر میگفت. اشک میریخت. چادرشو میگرفت جلوی صورتش که کسی نبینه چشماش ورم کرده است. رسیدن حرم. وای اون لحظه ای که از دور دیدم مامانم ایستاده روبروی گنبد طلایی. اشکاش میریخت روی سجاده سبز. دلش مثل کبوترها پر میزد. خم شده بود، زانو زده بود، دستاشو بالا برده بود. با یه صدای بغض‌دار گفت آقا جان، امام رضا، یا ضامن آهو، بچم بیگناه. اگه اشتباهی کرده، نادونی کرده، شما ببخش. شما آبروداری کن. من طاقت ندارم بالا سر دخترم وایسم و فقط نگاه کنم که داره میمیره. اشکام دونه دونه میچکید روی زمین صحن. اونجا بود که یه نوری از ته صحن بلند شد. یه آقای نورانی، یه سید سفید پوش با نگاه مهربون یواش یواش نزدیک شد. نه سایه داشت نه صدای پا داشت، فقط یه نور بود با لبخند. رفت سمت مامانم. خم شد. به یکی که نمیدیدمش گفت نمیتونم اشکای این مادر رو نادیده بگیرم. به خاطر من، به خاطر این دل داغ دیده، به خاطر این زاری های یه مادر، این دختر باید برگرده. باورتون میشه چندین سال که از این ماجرا گذشته هنوزم این صحنه رو یادم نمیره. شاید با خودتون بگین دارین دروغ میگی، اما به خدا قسم من این صحنه رو خودم دیدم. و یه صدای دیگه از بالا اومد. صدایی پر از صلابت ولی مهربون. به اذن خدا، به عشق این دل پاک روحت برگرده. وقتش نشده ولی هنوز برمیگردی. و همون لحظه با یه سرعت انگار با نور شلیک شدم پایین. سریع، با شدت، با درد. یه دردی که از نوک انگشتای پام شروع شد مثل موج رسید به سرم. آه خدا، نفسم برید. انگار یه باری روی دوش جسمم افتاده بود. احساس کردم دارم توی جسمم حل میشم. قلبم داشت از جا در می اومد. چشمام هر روز بسته بود. ولی یه جرقه، یه حس زنده بودن برگشته بود. یه لحظه، فقط یه لحظه تونستم ناخون انگشت اشارم رو
یه کوچولو تکون بدم. همینقدر. پرستار کنارم بود. حواسش اصلا بهم نبود. یه دفعه چشمش افتاد به دستم. با صدای جیغ گفت تکون خورد. مریض تکون خورد. آقای دکتر سری بیاین. مریض داره به هوش میاد. همه دویدن سمت تختم. مانیتور قلب بالا و پایین میرفت. صدای بوق‌ها، صدای قدم‌ها، صدای امید. یه دکتر اومد نزدیک و نور انداخت توی چشم. دکتر میگفت مهناز صدای منو میشنوی؟ اگر صدای منو میشنوی یه بار دیگه انگشتات رو تکون بده. و من با همه جونم، با همه درد، با اون روحی که انگار از سفر برگشته بود دوباره انگشتام رو تکون دادم. خیلی آروم، ولی همون یه تکون کافی بود. همه زدن زیر گریه. پرستار، دکتر، شوهرم که از در اومد تو و دید دارم دستام رو تکون میدم. حمید اومد جلو و گفت مهناز عشقم تو برگشتی؟ و من نمیتونستم هنوز صحبت کنم. گفتم آره برگشتم، به خاطر مادرم، به خاطر دعاهاش، به خاطر امام رضا و شفاعتش. به هوش اومده بودم. نه اونجوری که فیلم ها نشون میدن یهو از سر جات میپری بالا. نه، من فقط یه جسم نیمه زنده بودم که نفس میکشید. چشمام نیمه باز بود. زبونم خشک و چسبیده بود به سقف دهنم. صدام در نمی اومد. حتی پلک زدم برام انگار مثل کشیدن یه کوه بود، اما زنده بودم. چشمام روی سقف بود و چراغای مه‌آلود بیمارستان توی چشم برق میزد. صداها گنگ بودن. پرستارا یه چیزی میگفتن، دکترها جواب میدادن، ولی من فقط یه اسم توی ذهنم میچرخید. با همه وجود، با تمام اشتیاق، مامان. اون لحظه فقط میخواستم فقط یک بار دستشو بگیرم و دوباره ببینمش، حتی اگه نفهمم چی میگه، فقط ببینمش. در اتاق باز شد. بوی گلاب پیچید توی اتاق. صدای چادر که روی زمین کشیده میشد. همون بویی که از بچگی وقتی مریض می شدم می اومد تو اتاق. صدای قدم هایی که آروم و با تردید نزدیک می شد. اجازه هست؟ من مادرشم. دکتر با صدای آروم گفت بفرمایید خانم، حالش بهتره ولی هنوز خیلی ضعیفه، ارتباط کامل نداره، اما قطعاً صدای شما رو میشنوه. و اون لحظه ای که صدای مامانم رو شنیدم که گفت مهناز، مادر جان حالت چطوره؟ بغض گلومو فشار داد و قلبم تیر کشید. یه قطره اشک بی اجازه از گوشه چشمم چکید. اون دید، دستشو گذاشت روی پیشونیم و گفت دیدی گفتم دخترم، دیدی گفتم از مشهد که برگردم آقا امام رضا حاجت منو میده؟ گفتم تا دخترمو نبینم بر نمیگردم. مهناز عزیز دلم، برگشتی به دنیا. اومد کنار تختم، خم شد، دستمو گرفت و اشک میریخت. دستاش گرم بودن، واقعی بودن. لباسش بوی خونه رو میداد. گفت تو صدای منو میشنوی؟ یه پلک بزن جان مادر، بزن که قلبم آروم بگیره. فقط یه نشونه بهم بده. با همه وجود و همه توانم پلک زدم. آروم ولی زدم. مامان زد زیر گریه. یا امام رضا شکرت دخترم و دادی بهم. مهنازم برگشت. دخترم نفس میکشه. بابام پشت سرش بود، ساکت، بی صدا، ولی اشک میریخت. یه قرآن کوچیک تو دستش بود. اومد نزدیک و خم شد و گفت بابا جون، خدا خیلی دوست داشته. این همه دعا کردیم، بالاخره برگشتیم. من هیچ وقت از خدا ناامید نشدم. میدونی چرا؟ چون مطمئن بودم یه روز این چشمای قشنگ تو باز میکنی. مامان هی دستمو میگرفت و میگفت دکتر ببین اشکاش داره میاد. این یعنی داره میفهمه ما چی میگیم. آره این یعنی زنده است، درسته؟ پرستار لبخندی زد و گفت آره خانم، این یعنی این که
دخترتون رو خدا خیلی دوست داشته. معجزه شده، معجزه. باید نذری بدیم. مامانم با همون چادر گلگلی که همیشه میپوشید نشست کنار تختم. دستمو گذاشت توی دستش و گفت حتما برای دخترم نذری میدم. هیچ وقت یادم نمیره اون لحظه ای رو که توی حرم زانو زدم گفتم یا امام رضا یه نشونه بهم بده. درست همون موقع یه چیز نورانی دیدم. لبخند زد و گفت دخترت برمیگرده. من فهمیدم که قراره دوباره چشمام بهت روشن بشه. درست اینجا بود که من همه این صحنه ها رو خودمم دیده بودم. من هنوز نمیتونستم جواب بدم. فقط اشک میریختم ولی دلم از خوشحالی میلرزید. قلبم آروم گرفته بود. من مهناز برگشته بودم به زندگی و کنارم کسانی بودن که همه زندگیم بودن. حدوداً بعد از 1 ماه حال عمومیم بهتر شده بود. اما هنوز نمیتونستم درست حرف بزنم یا بتونم بدون کمک کسی یا واکر راه برم. اما حالم خیلی بهتر شده بود و همین که به زندگی برگشته بودم و میخواستم دوباره شروع کنم خودش جای شکر داشت. از بیمارستان مرخص شدیم. اومدیم خونه. مادر شوهرم هر روز بهم سر میزد. نسرینم میومد. اما نمیتونستم توی چشاش نگاه کنم. تا اینکه یه بار دلمو زدم به دریا و گفتم من تا لب مرگ رفتم و همه چیزو دیدم. باید بهش همه چیزو اعتراف کنم. همه دورمون نشسته بودن. مادر شوهرم، حمید، بابام. گفتم ببخشید میخوام با نسرین تنها صحبت کنم. اگه ممکنه چند لحظه ما رو تنها بذارید. مادر شوهرم ابروهاشو داد بالا و گفت باشه عزیزم. ما میریم بیرون. همه از اتاق رفتن بیرون. نسرین کنارم نشسته بود که یه دفعه سرش آورد بالا. با هم گفتین میخوام یه چیزی اعتراف کنم. که نسرین گفت خب اول تو بگو. گفتم نه تو بگو. گفت من چجوری بگم زن داداش؟ نمیدونستم اینقدر حسادت منو کور و کر میکنه. وقتی که نزدیک بود از این دنیا بری عذاب وجدان بدی داشتم. من یه کار خیلی بد کردم. اگه بفهمی دیگه تا آخر عمر دوست نداری منو ببینی. لبخندی زدم و گفتم میدونم نسرین. میدونم. اما قول بدی از این به بعد دیگه تکرارش نکنی. روز اولی که شنیدم رفتی برام دعا نوشتی تا بچه دار نشم خیلی به هم ریختم. نسرین تو همیشه جای خواهر نداشتن بودی. چجوری تونستی این کارو با هم بکنی؟ که نسرین شروع کرد به گریه کردن و التماس کردن. به خدا نمیخواستم اینجوری بشه. به خدا نمیخواستم مهناز. یه حسادت بچگانه بود. فکر میکردم اگه تو بچه بیاری دیگه پدر و مادرم به من توجه نمیکنن. خواهش میکنم منو ببخش. گفتم اشکالی نداره. منم یه کار خیلی بد کردم. اگه بفهمی ممکنه تو هم تا آخر عمر نخوای نگاه تو صورتم بکنی. اما قول بده زندگی تو به هم نریزی زمانی که این موضوع بفهم. که مهناز گفت بگو خواهش میکنم بگو. گفتم چجوری بگم؟ که زد زیر خنده و گفت همه چیزو میدونم. اگه موضوع اون پریساس خودم از زبون خودش شنیدم. دهنم از تعجب باز مونده بود و گفتم از کجا میدونی؟ گفت شک کرده بودم به مهدی. میدونستم با یه دختر در ارتباطه. تا اینکه مچشون رو گرفتم. پریسا اعتراف کرد که از طرف تو اومده بود. آخه تو 1% فکر نکردی اینجوری من به جدایی و طلاق برسم؟ با خودم گفتم حقم بوده. حتما برای انتقام و تلافی این کارو کردی. گفتم نمیدونم چجوری بگم نسرین. شرمندم. من نمیبایست جواب بدی رو با بدی بدم. اما هدف از این کار بود که تو میخواستی زندگی منو نابود کنی، منم زندگی تو رو نابود کنم. لطفاً منو ببخش. که نسرین اومد جلوتر و گفت بهتره همدیگر رو حلال کنیم. هر دوتامون بچگی کردیم و اشتباه کردیم. هم من در حق تو هم تو در حق من. ولی از این به بعد قول بده دیگه مثل خواهریم. مثل خواهرایی که همدیگر رو دوست دارن و بالاخره خدا بخواد به جفتشون بچه میده. گفتم امیدوارم نسرین. امیدوارم بتونم یه خواهر خوب برات باشم. اونم همین قولو داد. با هم خندیدیم و همدیگر رو بخشیدیم و تمومش کردیم. یه باری از روی دوشم برداشته بود و سبک شده بودم. نمیدونستم باید چجوری بهش بگم
و وقتی فهمیدم خودش ماجرا رو میدونه و مهدی هم پشیمون بود از کارش و پریسا دست از سر زندگیشون کشیده خیلی خوشحال شدم که حداقل زیاده روی نکردم و زندگیشون رو به کام طلاق نکشوندم. چند سال از این ماجرا گذشت. همه چیز انگار دوباره از نو شروع شده بود. زندگی رنگ گرفت. قلبم کم کم دوباره کوبید. زخمام کم کم بسته شد و من و همسرم آروم آروم خندیدن رو یاد گرفتیم. یه روز خاص، یه صبح دلچسب، وقتی که هنوز هوا کامل روشن نشده بود، دکتر لبخندی زد و گفت: مهناز خانم، تبریک میگم، شما باردارین. چشمام پر از اشک شد. دست حمیدو گرفتم و بغضم و قورت دادم و گفتم: شنیدی؟ خدا ما رو لایق این فرشته الهی دونسته. شوهرم اشک توی چشماش حلقه زده بود. دستمو گرفت و گفت: تو بهترین مادری میشی که میشه تصور کرد. باورم نمیشد بعد از اون همه درد و غم حالا این خوشی توی دل ما بود. 9 ماه پر از شوق و ترس گذشت تا اون روز طلایی که صدای گریه کوچیکش پیچید توی اتاق زایمان. دکتر بلند گفت: یه دختر ناز و سالم. نفسم بند اومد. وقتی آوردنش و گذاشتنش کنارم چشمام پر از اشک شد. همون لحظه همون دختر کوچولویی که تو اون دنیای نورانی دیده بودم، تو خواب، تو رویا، توی کما، همون چشما، همون گونه های سرخ. یه قطره اشک از گوشه چشمم افتاد و لبخند زدم و گفتم: اسم تو میذارم زهرا. همون اسمی که توی خواب صدا میزد. شوهرم کنارم بود و خم شد و گفت: زهرا، چه اسم قشنگی. درست مثل نوری که به زندگی ما برگشت. زهرا بزرگ می شد. با هر خندش انگار یه برگ از زخمای گذشتم می ریخت. یه روز که مامانم اومده بود دیدنم، زهرا رو گرفت و شروع کرد به خوندن همون دعایی که اون سالا کنار تختم توی بیمارستان می خوند. من اشک توی چشام جمع شد و بهش گفتم: مامان، یادت میاد توی حرم چی گفتی به امام رضا؟ گفتی دخترم رو برگردون. خودت ببین این مادر چطور داره از درون میسوزه. مامانم گفت: امام رضا دستمو خالی بر نگرد. نگاه کن، حالا یه نوه دارم. انگار خود خدا دستمو گرفته. یه بعد از ظهر آروم بودم. زهرا خوابیده بود. داشتم چای درست میکردم که یکی در زد. باز کردم دیدم نسرینه. آروم گفت: مزاحم که نیستم. لبخند زدم و گفتم: نه نسرین جان، خوش آمدی، بیا تو، زهرا خوابه، یه چای با هم بخوریم. نشستیم توی بالکن. هوا ملایم بود. صدای گنجشکا می اومد. سکوتی بود که بعد از چند دقیقه اون شکست. مهناز، خیلی خوشبختم که منو بخشیدی. هنوزم بچه دار نشدم. هر سال دعا میکنم، صبر میکنم، ولی نمیشه. صدای بغضشو شنیدم و دستشو گرفتم. گفتم: نمیدونم حکمتش چیه، ولی بدون خدا هم به زودی دامنت رو سبز میکنه و توی قلب من جا داری. که گفت: زهرا فقط دختر تو نیست، یه جوری دختر منم محسوب میشه. دلم میخواد ساعتها کنارش بشینم و حسرت بچه به دلم مونده رو باهاش رفع کنم. اشکاش سر خورد روی گونش. گفتم: میتونی عزیزم، من قلبم روشنه. به زودی زود خدا یه بچه خوشگل مثل زهرا میذاره تو دامنت. ناامید نباش و امیدوار باش. زهرا امروز 5 سالشه. وقتی من و مامان صدا میزنه یه چیزی ته قلبم میلرزه. اون صدایی که روزی فکر میکردم هیچ وقت نمیشنوم و من زنده‌ام، با همه زخمام، با گذشتم، با خاطره ها، اما بیشتر از همه با بخشش. دوستان عزیز، اگه تا اینجای داستان با من بودین، یعنی شما هم یه جایی دلتون لرزید. شاید اشکتون اومد، شاید لبخند زدین، شاید خودتون رو جای من گذاشتین، یا حتی یه گوشه از قلبتون آروم شد. اگه اینجوریه شما هم برام بنویسین توی کامنتا، بگید چی بیشتر از همه قلب تو توی این داستان لرزون. بگین شما اگه جای من بودین چی کار میکردین. واقعا میخوام بدونم. نظرات و حرفاتون برام خیلی مهم.
و اگه این جور داستانا رو دوست داشتین سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا داستان بعدی رو از دست ندید. ما قراره با هم کلی سرگذشت واقعی و احساسی و پر از درس رو تجربه کنیم. مرسی که بودین، مرسی که شنیدین، مرسی که یه دل به دل من دادی. دوستتون دارم. تا یک سرگذشت واقعی و جذاب دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.